سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. حضرت مولانا درباره قضاوت کردن ابیات خیلی زیبا و جالبی دارند که حضرت میگویند عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی ار بد کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. زر به دست طفل دادن ابلهی است، اشک را نذر غم دنیا مکن. پیروی خورشید یا آینه باش، هرچی عریان دیده ای افشا مکن. حضرت مولانا میگویند عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. کوتاه شرح میدیم، یعنی عشق تنها احساسی عادی نیست، بلکه معرفت و درک عمیق میخواهد. مولانا در اینجا تاکید میکنند که به فهمیش عمیق عشق را معنا دادن نادرست است. این سخن به ما یادرس میکند که هر عملی که میکنیم باید با معرفت و فهمیش همراه باشد. چیزهایی که به درک انجام میدهیم مثل بسیار چیزهای پوچ به ارزش است. در همه چیز دانش و معرفت مهم است تا که به آن معنا بخشیم. در دوام میگویند که گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. در این بیت حضرت مولانا از ضرورت فهمیدن اصلیت و ترکیب رنگ ها یادآور می شوند. مولانا میگویند اگر شخص دانش عمیق چیزی را نداشته باشد، نباید شتابکارانه درباره آن قضاوت کند. این بیت به ما یادرس میکند که پیش از آن که چیزی را محکم یا بها دهیم باید عمیق فهمیم و از اصل آن واقف و آگاه باشیم. به جای قضاوت کردن تلاش کنیم که هر چیز را با تمام جزئیات آموزیم. خوب دیدن شرط انسان بودن است میگویند، عیب را در این و آن پیدا مکن. مولانا در اینجا به اخلاق انسانی تاکید میکنند که خوببینی و نیکبینی از شرطهای اساسی انسان بودن است. به جای آنکه نقصانهای دیگران را جستجو کنیم، باید کوشش کنیم که نیکی و زیبایی را ببینیم. این به ما یادرس میکند که هر یک شخص باید با چشمان مثبت به جهان نظر کند و هر چیز با چشمی دوستی بنگرد و همه چیز را نیک ببیند. دل شود میگویند روشن ز شمع اعتراف، با کس ار بد کرده ای حاشا مکن. در این بیت حضرت مولانا به اهمیت اعتراف کردن خطاها اشاره میکنند. اگر کسی خطای صادر کرده باشد، باید آن را اعتراف کند و به راه راست برگردد. این نشان میدهد که اعتراف و توبه سبب روشن شدن دل و پاکشوی آن از غم و اندوه میگردد. در دوام میگویند که ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. این بیت ما را به احترام و حفظ سر و راز دیگران دعوت میکند. عزیزان، اگر کسی از ضعیفی یا قوت‌های شخصی دیگران آگاه است، نباید آن را برای رسوا کردن آنها استفاده کند. این تاکید به احترام خود شخص و انسان‌های دیگر است. هر یک شخص حقوق دارد که شخصیت خود را حفظ کند و از تمسخر دیگران ایمن باشد. زر به دست طفل دادن میگویند ابلهی است، اشک را نذر غم دنیا مکن. خوب مثل اول معلوم است. در اینجا حضرت مولانا میگویند که احساس قیمتناک خود را نباید به نقصان و به اهمیت صرف کرد. اشک نشان قیمتناک احساس است که آن را نمیتوان به هر احساس جهان صرف کرد. این به ما درس صبر و مقاومت میدهد که به هر مشکلی خورد اشک نریزیم و قلب را به آسانی نازک نسازیم. میگویند که پیروی خورشید یا آینه باش، هرچی عریان دیده ای افشا مکن. مولانا در این بیت ما را راهنمایی میکنند که آیا مانند خورشید روشنی بخشیم و یا مثل آینه چیزها را بازتاب دهیم، اما آن چیزهای مخفی را که میبینیم باید افشا نکنیم. این تاکید به محیط اخلاقی و نگاه داشتن سر و رازهای دیگران می باشد. هرچی می بینیم لازم نیست آن را همه جا افشا کنیم. عزیزان، خلاصه
چقدر زود ما عادت کردیم که درباره دیگران قضاوت کنیم. چقدر آسان است که در اساس یک یا دو عملی انسان یک بار فکر و نظرهای خود را افاده کنیم و به آنها مهر زنیم. ولی آیا یگان بار اندیشه کردیم که هر عملی که از جانب یک شخص صادر می شود سببها و انگیزه های خود را دارد؟ هر یک شخص یک جهان است که پر از تجربه ها، شادی و غم ها، مشکلی ها و خرسندی هاست. این تجربه ها و احساسات سبب می شوند که آنها عملیات گوناگون انجام دهند که بعضا شاید برای دیگران فهمانه نباشد. ما از بیرون این عملها را می بینیم، اما آنچه که در باطن انسان می گذرد برای ما ناشناس می ماند. از این رو پیش از آن که درباره شخص فکری را بیان کنیم باید کوشش کنیم که سببهای اصلی عملی او را فهمیم. قضاوت کردن این یک قدمی آسان است، ولی فهمیدن، صبر کردن و تحمل پذیر بودن قدمی دشوارتر و با شرفانه می باشد. بجای آن که شخص را محکوم کنیم بهتر است او را گوش کنیم، به محیط او دقت دهیم و سببهای اصلی عملش را درک کنیم. شاید این سخن برای هر یکی ما درس باشد. قبل از آن که قضاوت کنیم بیاموزیم و فهمیم. همین گونه مناسبت به ما کمک میکند که مناسبت های نیک داشته باشیم، احترام را افزون کنیم و از شتابکاری و قضاوت های بیپای خودداری نماییم. این شعر به ما درسی بزرگی میدهد که پیش از همه انسان باشیم، پیش از آن که قضاوت کنیم درک و معرفت داشته باشیم، احساسات دیگران را احترام کنیم و سر و اسرار آنها را نگاه داریم. این سخنان پرحکمت ما را به اخلاق انسانی و خلق نجیب دعوت می کنند. اگر هر یک شخص این حکمت های حضرت مولانا را در عمل تطبیق کند، نه فقط مناسبت های بهتر خواهد داشت، بلکه جهان نیز زیباتر خواهد شد. با مرکز خرد بماند تا بهترین ها را بشنوید.